بسم الله الرحمن الرحیم. مرشدی هستم، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. در راستای طرح الگوی کشت، یکی از طرح‌های محوری و اولویت دار وزارتخانه به ریاست محترم جمهور و در استاندار محترم ریاست اون هست و دبیری اون رو سازمان جهاد کشاورزی داره. ما این هفته کلا برنامه رویداد آموزشی ترویجی توسعه کشت آپانتیا رو داریم که اولین برنامه آموزشی ترویجی این رویداد امروز در یک نشست تخصصی با حضور مدیران محترم شهرستان ها، مروجین و رؤسای مراکز برگزار میشه و پیرو به اون در برنامه شبکه برکت فردا و روزهای آتی تا روز چهارشنبه در شهرستان های دشتستان، دشتی، تنگستان و بوشهر و دیر برنامه‌هایی در راستای ترویج گیاه دارویی آپانتیا رو خواهیم داشت در بین کشاورزان پیشرو. خب همونطور که مستحضری ترویج این موضوع در راستای اجرایی و عملیاتی کردن طرح الگوی کشت است و کاهش مصرف بهینه آب که انشالله امیدواریم با برنامه‌های آموزشی که این هفته کلاً در این رویداد آموزشی ترویجی به بحث کاکتوس آپانتیا اختصاص داده میشه بتونیم به اهداف طراحی شده نزدیک بشیم و تحقق پیدا بکنه اون اجرای طرح الگوی کشتمون در استان.